سلام به برعکس وایبمون. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید به چنل خودتون وایبمون. من شیوا. منم سینام. خیلی خوش اومدید به عکس خفن وایبمون. رفقای خودم اومدیم با موزیک هلو از ساسی و آرش، یه موزیکی که چند وقت بود همه منتظرش بودن و طبق معمولم که کارهای ساسی همیشه سر صدا میکنه. اومدیم که حالا ریاکشن این کار رو بگیریم و خیلی جالبه که این بار ساسی با آرش فیت داره. که خیلی چالش برانگیزه. دقیقاً و به احتمال خیلی زیاد قراره که موزیک خیلی باحالی باشه و یه نکته دیگه هم که هست، چند وقت دیگه هم موزیک ویدیوش میاد. حالا ما این نسخهش رو ریاکشن میدیم تا اون روزی که حالا موزیک ویدیوش هم بیاد. خب بچه در رابطه با کاور یه شات خیلی جالبیه از آرش و ساسی که حالا استایلی که آرش داره استایل ناصرالدین شاهه و این طرف هم ساسی استایل امیرکبیر رو زده و خیلی باحاله. فکر میکنم موزیک ویدیوشون قراره خیلی سم و باحال باشه. گیریمشون خیلی خفنه، گیریمشون و لباساشون، طراحیشون. آره من چند تا استوری که حالا از ساسی دیدیم گفتم که اصلا انگار مثلا 2-3 نفر فقط ریشای ساسی رو طراحی حرفه‌ای لباس و گیریم و اینا. ما لینک نسخه اورجینالش هم توی دیسکریپشن میذاریم، خواستید میتونید از رادیو جوان نسخه اورجینالش رو ببینید و لذت ببرید. راستی اگه تا به الان ما رو ساب نکردید سابسکرایب یادتون نره، لایک و کامنت هم بذارید. دمتون گرم. لایک و ساب یادتون نره. بریم سراغ هلو از آرش و ساسی و آرش. ساسی آرش ماشاءالله به این بدن همه دافا رو زدن، مهمونی روی هوا آرش ساسی اومدن. واقعا دیگه آرش و ساسی با هم بیان دیگه مهمونی رو هوا آره دیگه آرش و ساسی اومدن و آرش رو فاز ساسیه. میفهمی چی میگم؟ دقیقاً همفاز با ساسی شده این بار، یعنی سبک ساسی اومده و جفتشون هم که دیگه خیلی محبوبن دیگه. مدافا رو زدن، مهمونی روی هوا آرش ساسی اومدن. ماشاءالله عجب فیسی با اون قد و بالای سکسی، بابا عجب کیسی چقدر خوشگلی تو. مرسی. تلو را میره داره به گام میره، تلو را میره داره به گام میره. زده باد تلو را میره داره به گام میره، انقدر شل زده باد کرده میزنی زمین هوا میره. این در و دفادت دریم و میگه من آدم اولیم، بودو منو بغل کن منو بچگی بغلیم. وای که قراره که این لفظ که حالا بادکنکی بودنه حالا بعضیا از بین بره؟ از بین نمیره واقعا. فکر میکنم که نزدیک 10-15 ساله که کلا این بس تو همه آهنگا هست. بس دیگه باد نکنید خودتون. اولیم بودو منو بغل کن منو بچگی بغلیم. دوست دارم بگی تو رو سلی چوک سویارو، شاخ تهران یکی ایرون سلی چوک سویارو، سلی چوک سویارو. این سری لفظای ترکی هم اضافه کرد. آره سنه چوک سویارو، یعنی تو رو خیلی دوست دارم. اینا سویارو بدون من ببینه بیرون سلی چوک سویارو، اینا سلامتی دو تایمون سلی چوک سویارو. وای اصلا کاری میگم ساسی استاد چی میگن آهنگای پارتیه. آره خیلی وایب شادی داره. هر چی میسازه توی پارتی‌ها جوابه. یعنی حتی اون کسایی که هیت میکنن ساسی رو، یعنی باش حالم نمیکنن، تو مهمونی خودشون بری همین آهنگا پلیه. جدیدن
جدیدم خودمم تازه فهمیدم ندیدم مثل تو خوشگل عزیزم حالا. صدای آرش اصلا میدونی چیه واسه من خیلی نوستالژیه. حالا از سن کممون که مثلا با کاره آرش آشنا شدیم یه لحن و صدای خاص خودش داره. جدیدن اون آهنگ آرش که میگفت تکون بده تکون بده، آره اون خیلی دوست داشتم و اینجا هم یه لحظه یاد اون قدیما افتادم، یادش بخیر. آره اینجا این قسمت شبیه کارهای قدیمی خودش بود. آره فهمیدم ندیدم مثل تو خوشگل عزیزم حالا. یه ماچی یه موچی یه بوسی چیزی بابا کشی یه کشه نشستی تو گوشی باشه موشی چی موشی آخ نمیتونم را برم دادا انگار حاملم دادا آی خدا از دست ساسی نمیتونم راه برم انگار که حاملم. آقا ساسی چی بگم؟ خیلی باحاله. حاملم دادا یه جو منو مست کردن که فاکتاپ کاملم دادا باشو بیا هلو جون هلو وقتشو بکنیم شروع بچه‌م تازه زدم جوش بلو قورتت میدم قلوب قلوب. میگه تازه زدم جوش پاشو بلوغ. بیا. آره میگه من تو رو قورت میدم قلوب قلوب. آره و دختر میگه پاشو بیا، دختر میگه که من تازه جوش زدم بچه‌م، اونم میگه بیا. اینجا ساسی منظورش اینه که تینیجرها رو قلوب قلوب میزنه. نمیدونم کار زشتیه این کارو نکن ساسی. بکنیم شروع بچه‌م تازه زدم جوش بلو قورتت میدم قلوب قلوب. دوست دارم بگی تو رو سنی چوک سویارو شاخ تهران یکی رو سنی چوک سویارو بدون من ببین نری بیرون سنی چوک سویارو اینم سلامتی دوتایمون سنی چوک سویارو اینم سلامتی دوتامون هلو. چوک سویارو. ولی چقدر میدونی یه چیزی که برگای آدم میریزه اسم ترک هلوه. آره بعد تو کاور رو وقتی نگاه میکنی میبینی دوتا سیبیل خودشم یکی ناصرالدین شاه یکیش هم امیر کبیر بعد هلو. اصلا یه پارادوکس خیلی سمیه. آره سنی چوک سویارو اینم سلامتی دوتایمون سنی چوک سویارو. شدم اولتون چخ ممنون. یه چیزی که هست خیلی جالبه، ساسی این چند تا کار آخری که داده همشون هم همینطوری فاز شاد و پارتی و ایناست، همشون خیلی ریتمای یکسانی دارن. خب یعنی آهنگسازیاشون خیلی مشابه همه، اصلا میشه گفت عین همه. ولی جالبش اینجاست که هر بار هم جوابه. آره. یعنی مردم دوست دارن دیگه. آره چیزی دیگه که دوست دارن دیگه روزها و هفته ها با استوری حالا یه عده مثلا بیان هی بگن که مثلا بل جیم بل نمیدونم فلان کارش و اینا دوست دارن دیگه. چیزی که مردم میخوان و دیگه شما نمیتونی جلوش وایسی. شدم اولتون چخ ممنون میخوام بغلتون چخ ممنون روی بدن تو قفلم جون آخ دهن تو چخ ممنون به ما نکنه این شک و بابا چشم عباس آقا بکش بیرون این حرف و بابا چشم عباس آقا. خیلی جالب بود اون قسمتش. اینجا یعنی چشم 3 تا عباس صدا آقا. داشتیم، یکی صدای ساسی بود، یکی صدای آرش، یکی هم صدای دختر. برای دیالوگ 3 نفره بود دیگه. آره. عباس آقا بکش بیرون این حرف و بابا چشم عباس آقا. یه بوس بدین لبتون جون یکتون اون بدن لامصبتون جون یکتون داریم باز تهران رو میدیم به گاه جون منو نگاه. آره داریم باز هر بار واقعا تهران میره رو هوا دیگه. ثابت کرده اینا. داریم باز تهران رو میدیم به گاه جون منو نگاه. یه جوری رژیم بام بده انگار ساواکی بودم زمان شاه. سنی چوک سویارو سنی چوک سویارو سنی چوک سویارو
کلا این اواخر حواشی که ساسی داشته خیلی سم بود. آره. یعنی از برادران لیلا به اینور که یه سری استوریایی که میذاشت و اون بحث دیس عمو پورنگ و اینا که هنوز اونم بیرون نیومده. الانم که ساسی و آرش رو داریم و ساسی استاد سورپرایز های نامنظمه. همین. آره. دمش گرم. یکی از هیت سازای کشور دیگه. آره. ساسی. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. تمام. خیلی باحال بود. سویارم. خیلی هم عالی. خیلی حال کردیم. آهنگ خیلی وایب شادی داشت و ترکیب ساسی و آرش هم به نظرم جالب شده بود. اصلا قبل اینکه گوش بدیم چون یه جوری همشون مثلا کارهایی که میخونن وایب خیلی شاد و خوشحالی و نمیدونم اینا داره، میدونستم که قراره خیلی خوب باشه. دقیقا. و همین. امیدواریم که از این ریاکشن لذت برده باشید. ما دوباره میگیم لینک نسخه اورجینالش رو توی دیسکریپشن میذاریم، دوست داشتید از اونجا هم ببینید و همین. دمتون گرم. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. بچه‌ها دمتون گرم. مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار.